سلام، این ویدیو رو رد نکن چون قراره که تکنیک‌های فری استایل یاد بگیریم برای هیپ هاپ برای اینکه راحت‌تر بتونید برقصید. امروز کانسپتمون لاینه و همونجوری که می‌بینید خط یا همون لاین رو توی کل بدنتون شروع می‌کنید تصور کردن، باهاش تمرین کردن، لاین‌های مختلف توی دست، توی پا، توی بدن، هر جایی که فکرشو می‌کنید می‌تونید با لاین‌های مختلف بازی کنید و وقتی کلی لاین برای خودتون ترسیم کردین می‌تونید بیاین شروع کنید با اضافه کردن فاندیشن‌های هیپ هاپ، گروو، ورییشن یا هر چیز دیگه‌ای باهاش رقصیدن. به همین سادگی با یک کانسپت کوچیک شما میتونید راحت فری استایل برقصید. پس دیگه نگین خلاقیت ندارم. اگه دوست داشتید تو کامنت ها بهم بگین.